الله تعالی در قرآن کریم به آدم‌های عامی چی گفته است؟ فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر شما نمیدانید اهل علم بپرسید. خب کدام نوع اهل علم را بپرسیم؟ آن اهل علم را بپرسید که در علم و در امانتش باوری دارید. همین دو صفتش به باوری داشته باشید. بنابراین هر یک شخص عامی هم در نوبت خود مجتهد است میگن بعضی عالم ها. نه فقط عالم ها مجتهد است، عامی هم مجتهد است. برای چی؟ مثلا دو آدم علمدار است، یک آدم عامی، یک آدم دهاتی کلخ چی؟ از همین دو داملا کدامش میپرسد؟ میگوید که در نظر من میگوید فلانچی داناتر است، میگوید اجتهاد میکند. او هم عامی هم در نوبت خود مجتهد است، در اختیار مجتهد گفتن. چون که از دو نفر فتوا دهنده یک نفرش انتخاب میکنه، میگوید که فلانی در نظر من از فلانی دیده علم دارتر، یک دویمش امانت نگهدارتر. همین دو صفت باشد. برای اینکه یک آدم اگر علم دارد و امانت نگهدار نه، یعنی طبق علمش فتوا نمیتید، علمش به جا میکند. برای چی؟ برای اینکه میترسد حاضر اگر همین فتوای تیم من زندان میکنن یا من حجر میکنن یا این میکنن یا آن میکنن یا من فلانی میگوین یا یگان تهمت میکنن، میترسد و خلاف علمش فتوا میتید. او علم دارد و میداند حکم مسئله رو، لیکن به جا میکند. از ترس منصب، از ترس پول و مال یا از ترس خفه شدن فلانی. بنابراین میگن که آدمی که علم دارد، عالم هست یا اهل علم است، باید آدمی مستقل باشد. از جانب یگان شخص یا یگان دولت یعنی که وابسته نباشد، خاطر آنها را دیده فتوا نتید، آزاد باشد، موافق علمش فتوا تید، آن چیزی که میداند همین فتوا تید. این امانت است. مثلا بعضی ها میگن که به تو به علم خیانت کردی. میگن به علم خیانت کردن یعنی چی؟ خلاف قرآن سخن کردن، خلاف حدیث سخن کردن، چیزی که عالم نگفته است. مثلا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نگفتیاند و اگر من بیام و گم که همین سخنی امام ابو حنیفه هست، گم من به خیانت به علم، خیانت به امام ابو حنیفه کردم. یا همین سخن امام ابو حنیفه گفته باشن و من بجا کنم و گویم که این سخن گویا سخنی من باشد، از نام خودم نقل کنم، سخن به صاحبش نسبت ندهم، اینم خیانت است. بنابراین یعنی امانت علمی این واجب است. یکمش علم داشته باشد همین آدم، باوری دارد که همین شخصی که شما دینتون از وی میپرسید علم دارد. دویمش امانت دارد، به امانت خیانت نمی کند. از همین آدم سوالاتون رو پرسید. امام شافعی گفتن که رضیت بمالک حجتا بینی و بین الله، من راضی هستم امام مالک را بین خودم و بین الله تعالی حجت قرار دهم. یعنی الله تعالی روز قیامت گفت که امام شافعی برای چی فلان در فلان مسئله فلان گپ گفتی و عمل کردی؟ گفت تو گفتی که از اهل علم پرس، گفتی من از امام مالک پرسیدم. یعنی من راضی، یعنی من باوری دارم که روز قیامت من امام مالک گفته با زبانی برا گفته میتونم. یعنی شما میدانید که فلانی خیانتکار است یا علم ندارد، لیکن به مسئله شما موافق گفت داشت. شما میخواهید به ایپوتک خانه گیرید، یا داملا است که به شما به خواهش شما موافق فتوا داد، لیکن نه به علمش باوری دارید نه به امانتش. در این حالت شما خودتون رو فریب کرده. یعنی شما آدم عامی باشید، علم نداشته باشه، از یک علمدار مسئله رو میپرسید که در علم و در امانتش باوری دارید. روز قیامت با زبان پر را گفته میتونید که الله تو مرا از عالم پرس، گفتی من از عالم یا از آن آدمی که باخبر است پرسیدم، او همین خیلی جواب داد، من عمل کردم. میگوید بعد او جواب میتید به گناهش اگر خطا فتوا داده باشد.